من باز میکنم. کیه؟ یا مامو زندانشه اینه. تو رو خدا بگو من نیستم. اصلا بگو من مردم. باش خودت درست چه. یا بیا بره ای بنات خوندونا بگم چتنی خایان دی. الو خوبی عزیزم سلامتی خوش اومدی بفرما داخل بفرما. گفتم دم عیدی بیام یه سر تو بزنم دلتنگی تو برطرف شه. اوا این مبل همون مبلی نیست که 5 سال پیش همینجا روش نشستم؟ ها عزیزم اگر رسانه ایش نکنی. خوش شما چقدر فانید. راستی میگم مریم جون کجاست؟ اصلا ندیدمش. دوره مریم همون لحظه‌ای که فهمید ایشا اومد و خوشحالی پرس داخل اتاقش لباس عیدش رو بپوشه. الان سیاسی کنم طبیعت. مریم جون مامان دخترم یه پچه خجالتیه. اما هم زای مریم. سلام زندایی خیلی خوش اومدی. ماشاءالله چقدر بزرگ شده اصلا نشناختمش. بیا قشنگم بیا بشین که یه سری سوالات دارم میخوام ازت بپرسم. چند تا خواستگار داشتی؟ رشته دانشگاه چیه؟ شاغلی یا بیکار؟ درآمدت چقدره؟ چرا اون سری به اون پسر سلام کردی؟ اصلا چرا باید با این پسر چت کنی؟